یک پیروزی بزرگ، یعنی پیروزی نظام ما، مردم ما بر هم امریکا هم رژیم صهیونیستی بود. آتش بس که ترامپ مطرح میکنه رسما شکست رو میپذیره، به خصوص بلافاصله بعد از عملیاتی که برای مردم ما حیثیتی بود و رزمندگان عزیز ما فکر کنم کار رو تموم کردن. دیشب قابل پیش بینی هم بود که به هر حال به نوعی یا رژیم صهیونیستی به التماس بیفته که البته اون طبیعی بود. به هر حال مردم پیروز این صحنه بودن و برای اولین بار هم نیست، برای آخرین بار هم نخواهد بود. بهترین شناخت رو حضرت امام داشتن که خودش را خدمتگزار مردم میدیدن. علیرغم همه مشکلات، مسائل، اختلاف نظرها، شما به معنی واقعی کلمه این 2 هفته وحدت کلمه رو میدیدید. هیچ اختلافی که نتیجهش سردی و دور کردن حتی یک نفر باشه از صحنه را نمیدیدیم. همه آمدند و هنر ما حفظ این حضور هست و اگر رزمندگان ما، ارتشی ما، سپاهی ما، بسیجی ما، نیروی انتظامی ما موفق شدن به خاطر که فرزندان این مردم هستند. رزمندگان هم کار مردم رو تموم کردن. یکی از بخشایی که انصافاً حضور مؤثر داشت بخش سلامت است که خدمات خیلی ارزشمند و خوبی رو به مردم ارائه کردیم.